سلام دوستان، وقتتون بخیر. همونطور که قبلا گفتیم نوشتن حروف در زبان انگلیسی دسته‌بندی شدن. یعنی اگه یک حرف رو ما یاد بگیریم از یک گروه، ما بقیه‌شون هم یاد میگیریم. مثلا گروه اول C, O, A, D, G, Q، اینا همشون با یه حرکت شروع میشه، حرکتی شبیه هم که میگیم بهشون گروه C، برای اینکه راحت به خاطر بیاریمشون. خب شروع میکنیم. حرف C، یه حرکت کوچیک بهش بدیم میشه C. حرف بعدی O. دقت کنید، دست اندازه یک نقطه زیر خط، بعد میره بالا، دور میزنه تا اینجا C، بریم بالا O. حرف بعدی A هست، دوباره عین همون C می‌نویسیم، میریم بالا، بیایم پایین میشه A. حرف بعدیمون D هست، دوباره یه C می‌نویسیم، اگه بریم بالا بیایم پایین میشه D. حرف بعدیمون G هست، اسمش G، صداش G، بریم بالا بیایم پایین G. حرف بعدیمون Q هست، اسمش Q، صداش Q. C صداش K، O صداش A، A صداش A، D صداش D، G صداش G، Q صداش Q. خب گروه بعدی I, R, N, M. بیا I می‌نویسیم، نقطه بالاش. خب اگه دوباره ما بیایم همین حرکت رو انجام بدیم، از بالا به پایین، از بالا به پایین میشه چی؟ R. دوباره میایم R رو بنویسیم، اگه یه حرکت اضافه بهش بدیم میشه N. حرکت بعدی از بالا به پایین تا اینجا N، اینجا میشه M. خب U, W و Y، این هم تو همین دسته قرار میگیره، شاید براتون جالب باشه. اگه یه آی بنویسیم، ادامه بدیم، به این صورت میشه U. یه آی دیگه ادامه بدیم W. اگه آی بنویسیم و به این شکل ادامه بدیم میشه Y. خب G که این حرف بود و J صداش J، این حرف. یه آی بنویسیم، بیایم پایین J. یه آی بیایم پایین، از رو همون برگردیم بالا، دور بزنیم میشه P، صداش P. خب در ادامه گروه بعدی L, T, H, B, K. من اینا رو تو همین گروه قرار دادم برای اینکه به یادآوریشون ساده بشه. تنها تفاوتش اینه که دست بالاتر قرار میگیره به پایین L. میتونید یه حرکت کوچیکم بهش بدید و به حرف بعدی T. یه L می‌نویسیم و اگه این حرکت بریم بالا بیایم پایین H. خب برای نوشتن B، یعنی شما اگه همین H رو بچرخونیش میشه B. تا اینجا شبیه H، ولی وقتی که
یه حرکت نیم دایره انجام میدیم میشه B. و حرف آخرمون توی این گروه K صداش K. دیدید از بالا به پایین و این حرکت. خب 20 تا حرف حروف انگلیسی اینجوریه. 6 تا حرف دیگهش یه خورده متفاوته. هدف این ویدیو اینی که هم نوشتن ساده تر بشه، هم این که سریع تر یاد بگیرید. حرف ای نگاه کنید از چپ به راست ای. اف رو نگاه کنید از بالا به پایین اف، بالا به پایین. حرف بعدیمون وی، وی شاید شبیه در نگاه اول شبیه هفت فارسی باشه. خب حرف بعدیمون ایکس که شبیه یک ضرب در هست سادش، ولی شما میتونید ذره سلیقه به خرج بدید شبیه نستعلیق انگلیسی هم بنویسید. ایکس صداش اکس صداش اکس و اس صداش سخت در این حرف برای بچه ها همین اس هست. بچه ها اگه میخواین ساده این کار رو زود نوشتن اس رو ساده تر کنید برای خودتون، 2 تا خط رو در نظر بگیرید. اینجا نیاز نیست تو روزهای اول یادگیری کمانه یه چیزی به حرکتتون اضافه کنید. این 2 تا خط رو به این شکل به هم وصل کنید. میشه اس صداش س و آخری زی صداش ز. چپ به راست از چپ به راست و این میشه زی. تو کمتر از 8 دقیقه راحت یاد میگیریم که چطوری نوشتن حروف انگلیسی رو به خاطر بسپاریم. موفق